این آدم فرار کنیم. در حین صحبت خاراندن بینی وقتی بیش از حد باشه، خب نشان از عدم اعتماده. بیش از حد یعنی در هر یک دقیقه یک بار این کار انجام بشه. خاراندن، به این حرکت هم میگم خاراندن. خاراندن گوش و ابرو اعتماد داره و داره تفکر میکنه. این خط درسته، باید همون رو ادامه بدی. ببین طرف اینجوری میکنه. یا وقتی اینجوری میکنن آدما، خب یعنی دارن گوش میدن به حرفه. دست به سینه طولانی گارد دفاعیه. فیکس کردن عینک. شما رو در حال تمرکزه. این آدم رو اینجوری دیدی، اصلا وارد فاز تخفیف باش نشیدی، میخره همینجوری. اوکیه. دست به چونم که هر چی شما میگی درست است دیگه. مثلا همیشه دست به چون است اکثرا. دست به دهان اینجوریه ها. بیشتر حاصل تعجبه. خب دست به پشت و این مچو گرفتن. این آدم که مثلا داره راه میره یه همچین چیزی راه میره، ببین این آدم فرار کنیم. خیلی راحت میگم از این آدم فرار. این اصلا نمیتونی شکستش بدی. این اگه حتی به بازم قبول نمیکنه شکستش رو.